با درود. امروز با معرفی یک ستار کاسه کوچیک از کارهای جناب آقای فرهاد لطف‌اللهی در خدمتتون هستم. این ستار اندازه دهانش 14 هستش. جنس کاسه از چوب آزاد هست، دسته گردو. با جزئیات بیشتری در انتها برای شما از نزدیک ویدیو خواهم گرفت و ساز رو میتونید با جزئیات بیشتری ببینید. صداش رو با هم بررسی میکنیم. سیم اول برابر است با سی بمول، کوک هم دو سل دو دو هست. ابتدا روی سیم اول در پرده های افشاری پایین دسته سیم دوم تکسیم خب ساز رو از نزدیک ببینید. این صفحه ساز هست، توت 10 ساله، خرکش رد پالم هست، سیمگیرش شمشاده، زه دور کاسه شمشاده، کاسه از چوب آزاد، بسیار خوش نقشه و بافت خوبی هم داره. دستیک گردوه، تزییناتش هم رد پالم و مسه. شیطونک استخون، گوشیا گردو، تزیین سرپنجه شمشاد. ببینم نمای کلیش.